گفتی اهل کنعانی؟ آری. تو کیستی؟ اینجا چه میکنی؟ داستانش طولانی است. آیا بزرگ مردم کنعان را میشناسی؟ آری، یعقوب نبی، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. شنیدم او را 12 شاخه پربار و بر است. بود، ولی یک شاخه از او را بریدم. از حال یعقوب نبی خبر داری؟ شنیدم به غم هجران مبتلا شده. بیت الاحزانی ساخته و از همه کناره گرفته و به زاری در غم آن شاخه بریده روزگار می‌گذراند. تو چرا گریه می‌کنی؟ به کنعان نزد آن پیر دل سوخته اگر رفتی بگو از یک جوان مهجور زندانی برای او پیام داد. بگو زندانی گفت هرگاه درد هجران و سوز فراق تو را به نهایت رسید و دست تضرع به درگاه حضرت دوست برداشتی، در حق فرزندان دور از پدر و قریب نیز دعا کن. تو کیستی؟ از نام و نشان خود نگفتی؟ معذورم بدان، اذن گفتن ندارم. بیا این هم شترت، دیگر از تو نمی‌رسد. عجیب است، چقدر در پی او دویدم. اصلا عجیب نیست. در این هستی هر موجودی در پی مأموریتی روان است و به سوی هدفی می رود. یعنی شطور مخصوصا مرا به اینجا کشانده؟ کاروانیان منتظر من است. خدا نگهدار. خدا نگهدار. به بزرگ کنعانیان بگو به جای آن شاخه بریده خدا را بنشان و صبر پیشه کن. دعا کن که او را زودتر بیابی.